سلام میکنم خدمت دوستان و مهندسین گرامی. امروز میخوام درباره ماهواره ها صحبت کنم. کلمه ماهواره الهام گرفته از کره ماه هستش. همونطور که میدونید کره ماه به دور زمین در یک مدار مشخص در حال گردشه. این نوع چرخش سیاره ماه به دور زمین باعث شده که بشر بیاد یک سری دستگاه‌ها، ابزارها، ربات‌هایی رو اختراع و در مدار بیضوی شکل زمین قرار بده که این دستگاه و ابزارها به عنوان ماهواره یا ستلایت در یک مدار مشخص به دور زمین بچرخند. کلیات ماهواره به این صورته که هر سنجنده‌ای که داخل این ماهواره قرار داره یک وظیفه‌ای داره. یک سری از ماهواره‌ها هستن که فقط برای مصارف مخابراتی و رسانه‌ای استفاده میشن. یک سری از ماهواره‌ها هستن وظیفه‌شون برداشت تصاویر و به عنوان تلسکوپ‌های فضایی معرفی شدن. یک سری ماهواره‌ها هستن که برای ناوبری، تعیین موقعیت و مسیریابی هستن. یک سری ماهواره‌ها هستن که به عنوان ماهواره‌های سنجش از دور وظیفه‌شون تصویربرداری از سطح زمینه. یعنی دارن زمین رو رصد میکنن. پس هر ابزار و دستگاهی که بشر تونسته توی مدار زمین قرار بده و مثل کره ماه به دور زمین بچرخه رو بهش میگن ستلایت یا ماهواره. حالا اگر میخوایم با انواع ماهواره ها آشنا بشین، به سایت durkov.com مراجعه کنید و از بخش بالا به صفحه مربوط به ماهواره ها مراجعه کنید و از اونجا میتونید به مقاله مربوط به ماهواره چیست دسترسی پیدا کنید، مطالعه کنید و آگاهیتون رو درباره ماهواره ها افزایش بدین. ممنون از توجه خوبتون. با ما همراه باشید.